امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، پیشوای ما و شما که همه ما میگیم مذهب از کی داریم؟ از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه و همراه شاگردان خود و یاران خود همه به این نظرن که موسیقی حرامه و از این حدیث استدلال میکنن، میفرمایند استعمال الملاهی معصیتون، استعمال کردن شیهای بیهوده همچون آله و اسباب موسیقی این چی هست؟ این معصیت هست، گناه هست. و ادامهش میفرمایند والجلوس علیها فسق، کسی که در مجلس آله و اسباب و ساز و سرود و رقص و پایکوبی بنشینه او جلسه فسق هست. ادامه حدیث و تلذذ بها کفر، کسی که از موسیقی لذت ببره کفر.